یه راهکار جدید واسه هر کی که درآمد نداره، بره یه مغازه بگیره، باز کنه، یه چیزی بریزه توش، بفروشه، کلی هم سود کنه. خیلی از افراد هستن که سالهاست توی یک حوزه فعالیت میکنن اما پیشرفت اقتصادی چندانی نداشتن. باشون هم که صحبت میکنیم مدام از هزینه‌های بالای کار و سودهای ناچیز گله میکنن. اشتباه بزرگ این افراد این بوده که قبل از ورودشون به اون بازار راجع به اون کار تحقیقی نکردن و از پروسه اداره اون کسب و کار، از تأمین مواد اولیه یا کالا گرفته تا هزینه‌هاش و بازاریابی و فروش هیچ اطلاعی ندارن. توی بازار رقابتی این روزهای ایران که هر کسی به هر شکلی دنبال اینه که یک درآمدی به دست بیاره، متاسفانه بدون تحقیق وارد شغلی شدن ممکنه در نهایت اون رضایت مالی که مد نظرتون هست رو بهتون نده و حتی با چند صد میلیون یا برای تولیدی ها و صنایع بزرگتر با میلیاردها تومان ضرر همراه بشه و حتی سالهای زیادی وقت و انرژی رو از شما بگیره. حالا طرف با خودش میگه بریم یه مغازه بگیریم، یه چیزی بریزیم توش رو بفروشیم، کلی سود کنیم. نه قربونت برم، این شکلی هم نیست. پس آقایون و خانمای محترم، لطفاً قبل از ورود به هر کسب و کاری برید تو اون بازار تحقیق کنید. برید از کسایی که تو اون بازار موفق بودن یا شکست خوردن عوامل موفقیت و شکستشون رو بپرسین. اینطوری میتونین بفهمین اون بازار مناسب ورود شما هست یا نه. اگر یک سرمایه دارید و میخواید یک بیزینس موفق راه بندازید و توی این مسیر نیاز به کمک و مشورت دارید، میتونید با مجموعه ما در ارتباط باشید. این ویدیو رو بفرست واسه هر کسی که به دنبال راه اندازی کسب و کار موفق. پرسود باشید.